سلام. اینه ژله رژیمی نارگیلی شیریه. برای این دسر نیاز به نارگیل تازه صبح چیده داریم. همش آبه. و همینطور به پودر ژلاتین، کره بادام زمینی، شیر، خرما، عسل و با حضور افتخاری جوی دو سر. ابتدا کارهای نارگیلمون رو میکنیم و برای انجام کارهای نارگیلمون به سینی نیاز داریم. حالا که کارا شد، خوشگل تر تمیز. آبشو میکشیم بیرون. اینجا نیاز به یک سوراخ داره. اینجا سفته، اینجا سفته، ولی اینجا آره باز. کار گرد در میاریم. برای این دسر نیاز به نصف نارگیل داریم و برای باز کردن نارگیل نیاز به گوشگوی پدر بزرگ داریم. شروع میکنیم به این صورت در راستای خط استوا. دیدی صدای قارپو؟ کاراش میشه. برای جدا کردن پوسته سخت اینجایی که سوراخ کردیم هیچی، با این دوتا کار داریم. منتها ابتدا نارگیلمون رو با سرعت با دست روش میکشیم. سوراخ سمت راست یه ضربه، سوراخ سمت چپ یه ضربه و یه ضربه محکم. پوستش جدا میشه. اش کردی یا نه؟ مدیونی اگه فکر کنید رو گفتم. نارگیل رو میسابیم تا کچل تر بشه. میریم سراغ پوره کردن نارگیل به همراه آب نارگیل. اونجایی که خیلی دلتون برای بزرگوار تنگ شده بود گفتم تو این ویدیو حضور داشته باشه. ایشون هم که نوه عمه پدر بزرگوار. نارگیلا رو میریزیم توش و آب نارگیل رو بهش اضافه میکنیم و همه رو پوره میکنیم. نارگیلمون کارا شد. حالا شیر رو میریزیم توی قابلمه کوچیک، میذاریمش رو گاز تا گرم بشه تا بتونیم ژلاتین رو توش قاطی کنیم. و تا زمانی که شیرمون گرم بشه میریم سراغ زیرسازی دسرمون. یه دسرمون به 5 تا قاشق جوی دو سر نیاز داریم که میریزیم توی خواهر بزرگوار. 1 2 3 4 6. ابتدا جوی دو سرمون رو یه هوا ریزش میکنیم. حالا یه قاشق کره بادام زمینی بهش اضافه میکنیم. 10 تا خرمای پوسکنده هسته جدا. زیرسازی دسرمون آماده شد. منتها قبل اینکه بریزیمشون تو ظرف یه مقدار کف ظرفمون رو چرب میکنیم. حالا ملاتمون رو پهن میکنیم کف ظرف. یه دست و یک نواخت. با صبر و حوصله، با پشتکار و استمرار، با سماجت و مماشات. زیرسازی رو میذاریم کنار، میریم سراغ روسازی. بریم سراغ شیر. به شیر گرممون که ژلاتین رو توش اضافه کرده بودیم 1 قاشق هم عسل اضافه میکنیم و 1 قاشق پرتر عسل اضافه میکنیم و همچنان هم میزنیم. حالا شیر و ژلاتین و عسل رو به این پوره نارگیلمون اضافه میکنیم. اینو هم میزنیم و به زیرسازیمون اضافه میکنیم. به آرومی و با احتیاط. حالا میذاریمش توی یخچال و 2-3 ساعت دیگه برش میداریم. آماده است. دسرمون رو تو ظرف برگردوندیم و یه برش بهش میزنیم. اینو میگم ژله رژیمی نارگیلی شیریه. بافتو ببین.